یک شاخه گل، برنامه شماره 352. این برنامه با همکاری گلپایگانی، پرویز یاحقی و افتتاح در مایه دشتی تنظیم گردیده. اشعار از خواجو کرمانی، هلالی جغتایی و سعدی. گوینده روشنک. ای لبت باده فروش و دل من باده پرست، جانم از جام می عشق تو دیوانه و مست. هر که چون ماه نو انگشت نما شد در شهر، همچو ابروی تو در باده پرستان پیوست. تو مپندار که از خود خبرم هست که نیست، تو مپندار که از خود خبرم هست که نیست، یا دلم بسته زلف سیهت نیست که هست. آنچنان در دل تنگم زده ای خیمه انس، که کسی را نبود جز تو در او جای نشست.
کار شراب است و مرا کار خراب. همه را باده به دست است و مرا باد به دست. شیوه چشم تو تا باده فروشی باشد، شیوه چشم تو تا باده فروشی باشد، نتوان گفت به خواجو که مشو باده پرست. نتوان گفت به خواجو که مشو باده پرست. آن را که غمی چون غم ما نیست چه داند، کز شوق تو هم دیده چه شب می‌گذراند. سوز دل یعقوب ستم دیده ز من پرس، سوز دل یعقوب ستم دیده ز من پرس. احوال دل سوختگان سوخته داند.
در خانه ویرانه دل هیچ نماند، خواب در دیده غم دیده بیمار کجا؟ در خرابات مغان هوش مجوید ز ما، در خرابات مغان هوش مجوید ز ما، همه مستیم همه مستیم در این میکده، هوشیار کجا؟
بهتر آنم هلالی که نهان ماند را سر خود فاش مکن محرم اسرار کجاست سر خود فاش مکن محرم اسرار کجاست خوش باشد اگر باشم در طرف چمن با او، من باشم و او باشد، او باشد و من با او. بر هم زدن چشمش جان میبرد از عاشق، کی زنده توان بودن یک چشم زدن با او. جانم بر جانان است، من خود تن بی جانم. آری ز کجا باشد جان در تن و تن با او. خوش باشد اگر باشم در طرف چمن با او، من باشم و او باشد، او باشد و من با او.
این بود